بیاین تو با هم بعد یه روز کاری سخت این میکاپ پاک کنیم. چه حس خوبی داره که میخوام الان این میکاپ پاک کنم، ولی متاسفانه دور اطرافم انگار شلوغه. لیپ کلاسمو پاک کنم خیلی خوشگله، ولی در ابتدا من چون خیلی چوسیم باید اینا رو درارم، ولی یادم من موامم رنگش رفته. چه کارم؟ نداره. من کی هستم؟ واقعا به قیافم نمیخوره، همچین سرپایی میزنم، همچین صدایی در میارم. چرا در نمیاد؟ بالاخره خوشبختانه تونستم. یه لحظه حالا وقت اینه اینا رو بکنم. خیلی حس خوبی داره. دلم نمیاد. خب اول از همه با یه میسلار واتر لبم پاک میکنم، چون واقعا حس خوبی داره. اولین باره دارم جلوی دوربین میکاپم پاک میکنم و واقعا خیلی مرحله بعد مرحله یکشه. اینو شستم، دوباره یه دور دیگه میشینم و تا 3 بار باید صورتم بشونم تا کامل پاک شه. منم صورتمو بشورم در میگردم. با این وضعیت دوباره باید صورتم بشورم. واقعا مامانم که داره میگه گندی که چرا خط چشمی نمیره. خدا فکر این مرحله آخره ولی زیر چشام مونده. وای یه مرحله دیگه مونده و من باید این مرحله نیاز داریم به گوش بکن و وازلین. شما فکر میکنی همینجوریه من پاک میکنم میره، ولی 10 ساعت چشام به ببخشید میافتم. انتظار حرف بعد داشته باشی.